اجماع چیست؟ اجماع آن چیزی که تمام علما بر آن جمع شده اند، اتفاق شده اند، یک سخن میگویند. اجماع یعنی اتفاق علماء العصر فی مسئله ما، اتفاق کردن تمام علمای این عصر یا یک عصر، یا اتفاق علمای سلف به مانند صحابگان تابعین به یک مسئله، اتفاق شدن و جمع شدن به یک مسئله رو اجماع میگن. یعنی اون مسئله که تمام علما بر اون مسئله اجماع کردند، یعنی اتفاق کردند، اختلاف هیچ کس نکرده است، حتی یگان نفر هم. این را اجماع میگن که اصل اجماع هم از قرآن و سنت است. برای همین که اصل اجماع از قرآن و سنت است، اجماع هم سرچشمه علم عقیده است. یعنی قرآن و سنت و اجماع که از قرآن و سنت پیدا شده است مصدر علمی عقیده است.